سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه خمری یعنی سلیانی تیار میکنیم. ورقی بیاید طرز تیار کنیش آسان، با راهی آسان من حاضر تیار میکنم. محصولات لازمه برای ما 50 گرم مسله برای خمیرش، یک قاشقچه نمک، یک دانه تخم و من یک قاشقچه میده اکسس. اینجا من اکسس یبلاشنی گرفتم، میتونید هم تو اکسس استفاده برید. 300 میلی لیتر آب و 600 گرم آرد لازم است. این محصولات برای تیار کردن خمیرش لازم است. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کار ما با فیض و برکه و آبرو. ما آب خنوبه میگیریم، نمک، یک دانه تخم مرغ و اکسس. اکسس برای چی؟ برای اینکه خمیرمای انمی عصبی اکسس ریزانه میبیاد. آب خنوب استفاده برید. برای خمیرای سلیانی باید آب خنوب استفاده بریم. همه محصولات من شروع آموخته کردیم. اکسس نباشه جای اکسس با آب لیمون یا که لیمون کسلات استفاده بریدن میشه. من شروع تخمش آب شد. ما اکنون خمیری سخت تکک تیار میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کاسه با آرده میگیریم. ما هم باینشه ما جویک میکنیم. روانی آب کرگی ها ما من آب کم کم ریخته خمیری سخت تکک تیار میکنیم. خمیری ما سخت تکک تیار شد. یک زوالی کلان ما این کو 15 دقیقه دم میدیم. این مسله تیار میکنیم. من مسله همه 82% استفاده میبرم. 180 گرم ما اینم میکشم. این در حرارت خانه باشد، یعنی ملایم باشد. ما مسله گرفتیم پرگامتنی بوماگای داخلش و ما یعنی مسله من تونوک میکنیم. بکنید ما این یعنی کوادراتیک یعنی تونوک میکنیم برای اینکه خلطی خمیرامونده یعنی مسله غفصه ما مونه خمیراموی لخ کردنش ممکن. برای همین ما این تونوک کرده استفاده بریم. راهی آسانش انمین وزی من انمین 4 کنجه شف انمین به برابر یعنی مسله تونوک میکنم. من مسله من تونوک کنم یعنی پرگامتی بوماگنده با ریب من شروع تونوک کنم. من 4 کنجه شک ما اینه درونی یعنی خمیرامو بر میگذاریم. خمیری ما هم دم گرفت. ما اینه میکشاییم 4 کنجه شک همون یعنی مسله ها ما بر نگاه کردم میکشاییم کارانیشه. بیاد خمیرامو نغز عصبی خمیرامو ده مسله شای مسله برای همین کشادن به یاردم میتید. برای همین مسله همراه کنیم داخلش به خمیره من 4 کنجه شک کشادم. من اکنون من مسله همو من یک طرفش با گذاشته شروع من میگیریم. بکنین مسله گرفتم یک طرفش با یعنی ما که میگیریم من این خبتی خمیرامویه بالاش با میپاشیم شروع محکم شود. یعنی محکم شود شروع گرداشد من زیر میکنیم. همین طرف گرداشد شروع محکم میکنیم. هواش نماند داری نشبه آرد زده ما اینه بار تونوک میکنیم. درازاقچه شک تونوک میکنیم. به حد خمیری شروع میبیاد. برای چی ما همین مسئله یعنی آب نکرم خیلی ملایم کرد داری نشبه ماندیم. بکنید مسئله که چی خیلی شروع کشاد میشه. ما از همین قبط یعنی پیچاندن گیریم چند بار کشاده. اما مسئله که ما آب نکرد داخلش به ماندیم این موها برای ورقتی یاردم میکند. میره دراز کشاده ما اینه من برابر با قد میکنیم. قد کردیم با یه بار دیگه من قد میکنیم. این طرف ما اینه نگاه میداریم در 15 دقیقه کمتر ملایم شد با کارنامه تکرار امتحان میکشاییم. خمیرما با ملایم تر شد ما اینه با درازکچه شک میکشاییم. با خمیری سخته دخترها حرکت کنید تا که نکشایید. من بیا آزار کشاده شود یعنی بعد کشایید. اگر خمیرما سخت باشد و ما همونه خیلی مجبور کشاییم خمیرما وقت میشد بعد در نگه همین مسئله مانده که ما همش برامده میرد. برای همین
اول چیکار میکنم؟ خمیر دم داده 10 دقیقه 15 دقیقه دم داده کشویتا یعنی دراژش نیست یکان چی نمیشه. برای همین نگاه کنید بیا آزار خمیر میکشویم. میتونید همین کار یعنی همین کشودن 5-6 مرتبه کنید گرد ناز برای اینکه خیلی مسئله ما درونش چند مرتبه تاب میخوره میپیچد بعد خمیرای ما شروع ورقی میشه. من الکی چند مرتبه شد 2 مرتبه می یا که 3 مرتبه من ما خیلی برابر شود. من باید بری دیگه این طرف گرفته خمیره ما باید من برابر شود میپوشیم. من این طرف من 4-5 مرتبه تکرار میکنیم همین کارمایه. من باری دیگر همین کارما باری دیگر آخرین بار میتاب میکشویم. من خمیری ما تیار طرزی تاکنچه دیدی چه آسان و قلای من ما اینا کدام میشه ریزکره میبینیم خمیری ما درونش خیلی خیلم داد. بسم الله الرحمن الرحیم. من قبطاشم بینیم من نگاه کنید من اینجا نگاه کنید چه ورق قطار اومدگی. ما ابنا خمیرامه 2 ساعت خلادلنیک بمانده بعد میتونیم سمبوسمی تروبش که می خمیره ورقینکی یعنی کرسان میچخه خواهیم تیار میکنیم. میتونید تا 6 ماه یعنی مرزینک به نگاه داریده میشه عصبی دراژش نه یکانچی نمیشه. ما میتونیم اینه پاکت کرده مرزینک مونیم که خواهیم استفاده بریم. این بود امروزه خمیری سلیانی ما. من انشالله ویدیوهای آینده با همین سلیانی خمیر یکانچی تیار میکنم. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.